سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که همتان خوب و خوش و سرحال باشین. قسمی که ما بر شما وعده کرده بودم، امروز ما این ویدیو را در مورد اپلیکیشن هارمونیا براتان تهیه کردیم. امیدوار هستم که برای کسایی که هنوز هارمونیا ندارن مفید واقع شود. خب ما اینجا میریم و تایپ میکنیم هارمونیوم. ما اینی هارمونیوم انتخاب میکنیم و از ما اینجا میگه راستن میتونی استفاده کنی، اما کسایی که این هنوز دانلود نکردن برای از اونا میگه که لطفا اپلیکیشن شما دانلود کنین و مدت 1 یا 2 دقیقه میشه که دانلود میشه و بعد از شما هم همچنان همونطور یک صفحه را برای تلفن خود میبینین. باز اینجا شما کلیک میکنین و بعد از شما اپلیکیشن که باز میشه شما اینطور یک چیز را میبینین. خب باش که من یک کمی را نزدیک کنم. خب اینجا شما میبینین که همراه از اینی تکمگک ما میتونیم که اکتیو های مختلف اینجا ببینیم، ولی ما ایره اکتیو های دیگر کار نداریم، فقط از اکتیو اینو میجا از C3 تا C4 ما استفاده میکنیم و به خاطر از اینکه صفحه کم کلان شد و دانه های کی هم کم کلانتر شد، ما ساده تر آسان تر بتونیم بالایش بازی کنیم. اینجا نمره پلس میزنیم. خب دوم پلس میزنیم. این مقدار از اینکه ما نمیتونیم کلانش کنیم، به خاطر از اینکه باز حتما باید این دو تا سی ماز 2 تا اکتیو باید دیده شود و اینجا میبینیم که صدا دارن. شما میبینین هر تمرینی که شما بخواین دی میتونین، فقط فرقش است که شما درست نمیتونیم همه کار استفاده کنیم، فقط یک کلک استفاده میشه و کردار آدم نمیتونه بگیره. ولی مشکل کلان است، شروع خوب است اما بالاخره برای چند وقت بعد دیگه باید آدم مالی موسیقی خودش داشته باشه. خب این قسمت کوپلر است که ما کوپلر هم دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، مشکل است و اگر شما به این نقطه که فشار بتین این خورد کلان میشه، این خود صفحه خورد کلان میشه. هارمونیا رو به شکل عمومی میبینین. خب در اینجا ما به این قسمت اگر اینی خط طرف دست طرف خانم باشه صدای زن داره و اگر طرف این طرف باشه خطم درکش کنین. این حال خط طرف مرد آمده، حالا صدای مردانه را داره و اینجا هم میتونین که شما اسکیل چینج کنین، اما این برای کسایی است که اسکیل چینج استفاده میکنن. من خودم اسکیل چینج استفاده نمیکنم، پس همین چیز در جایش میمونم تغییر میتونم اسکیل شه و این قسمت شما صدا را پخش و بلند میکنین و اگر که هارمونیوم پرو رو میخواین بخرین این قسمت کلیک میکنین و اینجا این قیمت 4 رو 19 سنت میاد. من نمیفهم که چی کارهای اضافه داشت کرده میتونین اگر که میخرین شما خودتون به انتخاب خود بخرین. و در این قسمت میتونین که
هارمونیو که می نوازین او را ریکورد کنین. مثلا خب ایره که ثبت کردین، پس که میگه که شما ثبت میخواین، شما اوکی میکنین. ولی اگر خواستین که دوباره بشنوینش هم میتونین که اینجا برین ولایش کلیک کنین و مشنوین. یعنی خوبتر است که شما وقتی که تمرین میکنین پس دوباره خودتان بشنوین که راضی هستین یا نیستین. خب اگر هیله خواستین که از بین هم ببرین، باز دوباره میتونین که اینجا کلیک کنین و میگه که از بین میبرین. بله، این قسمت که شما میبینین، این قلفه که شما میبینین، این بسیار مهم است. اگر این قلف امیال آن است، ما میبینیم که این نوتا جاشان، یعنی امی کیبورد ما جاشان تغییر نمیخوره. اگر این قلف در اینجا نباشه میبینیم که تغییر میخوره و این بسیار زیاد مشکل برای ما خلق میکنه. از او خاطر مهم است که این قلف اینجا کلیک کنیم که این قلف ما باید ببینیم، این قلف باشه. امی کیبورد ما در اینجا قلف می باشه که ما براحتی میتونیم که تمرین صدا کنیم. و اگر حال باز دوباره و این قسمت بسیار مهم است، اینی قسمت که شما میبینین در اینجا نوشته است که تنها شروع یک اکتیف نشان داده شده که اینمی عالی نموتر است. اینمی حالت است. تنها اینم میبینین که اکتیف C3 تا C4 همه قدر نشان داده شده و اگر بخواین که تمام نوت ها نشان داده شده، پس اینی رو باید کلیک کنین در اینجا C, D, E, F, G, A, B و شما میبینین که این کی ها اما همراه نامایشان اینجا نشان داده میشه که در شروع تمرین بسیار مهم است که اموتر باشه. شما اگر امی رقم تمرین کنین اینمی حالت به خود بگیرین، بسیار خوب است. وقتی که اینجا معلوم است که مثلا ای C, ای D, ای F, G, A, B باز دوباره C، یعنی ای C معنای از این داره که اکتیو سیوم چندین اکتیو هست اینجا که ما دور میتونیم 6-7 تا اکتیو بود، ولی اکتیو اولش بسیار صدای غور است که اونجا تقریبا بسیار کم نفر است که اگر دو اکتیو بخونن. دوم خوب است از او که بلندتر است و سیوم بسیار نرمال است که اکثرا تمرین صدا از اینجا شوه یا یکی دو نوت یا 3 نوت از اکتیو سی دورم استفاده بکنادم اونم میشه. اما برای شروعش ما چون امی سی میجر سکیل آسان است، ما اینمی سکیل ما استفاده میکنیم بر تمرین صدا. اینجا شما میبینین که ای سی دی ای اف دست این اموتر است و این قسمتش که میبینین این نوشته است که سی شارپ یا دی فلات و امی قسمت همچنان تمام نوت‌های شارپ و فلتش اینجا بسیار واضح نشان داده شده و بخاطر از اینکه ایره شما زیادتر بفهمین، ما ویدیویی که در بالا میگذارم ایره حتما ببینین. ما یک تشریح بسیار اساسی در قسمت در این ویدیو بر شما گفتیم که بسیار به زبان ساده تشریح کردیم تمام نوت‌هایی که در مابین یک اکتیو می باشه ایره به زبان بسیار ساده تشریح کردیم. شما اگه خواستین این ویدیوی بالا رو ببینین که ایده زیادتر باز بلد میشین و میفهمیم که ای چی است، مقصدش از این چیزایی که اینجا نوشته کرده چی معنا داره. و همچنان اگر باز ما دوباره بریم اینجا بخونیم، اگر سر گمپا اینجا اگر تنها سر فشار بتیم و اینجا باز میبینیم که سی یعنی از اکتیو سیوم شروع شده و 3 اکتاف سیوم
ری گ م پ د نی س. و باز اگر بخواین که پورا تمام نوتا رو نشان بده با شما این رقم میزنین و اینجا شما میبینین که این ساس و اینجا دی بالا به نام کومل یاد میشه که اینجا کنوش کده و باز اینجا یک ری که اینجا آمده به حساب عزیزه که یعنی مثل امی ری فلت هسته که یک نوت پایین تر از خود ری است و این همچنان ما بسیار واضح تشریح کردیم در می ویدیوی بالا. اگر شما خواستین که زیادتر واضح شود براتون حتما اینجا ببینین. یعنی اگر شما به این شکل انتخاب کنین و این حالت انتخاب کنین هنوز دگام ساده تر میشه تا که نوت ها را میفهمین با نام هایش اینجا نشان داده شده و تمرین صدا میتونین که به بسیار سادگی اینجا انجام بدین. و همچنان اینجا شما ببینین که اگر در این حالت بگوین دو ری می فا سول لا سی دو یا در دوم اینجا نشان داده اگر تمرین به این طریق کنین همچنان اینجا امکاناتش هست. و اگر پورا بگوین که با تمام جزئیاتش باشه همچنان این متر با تمام جزئیاتش هسته که جایاش هم بسیار واضح نشان داده شده و ما زیادتر در تمرین های خود ما اینی استفاده میکنم که اگر که این قسمت خواستین زیادتر تمرین کنین ولی قسمت های دیگه شام خوبتر از کادم نامایشان بافم چون مورد استفاده زیاد قرار دارن ولی تمرین ما زیادتر اینم اینجا که است که اینجا روزانه اگر آدم بخواد که حداقل نیم ساعت تمرین داشته باشه من بخی مطمئن هستم که تا یک 3-4 ماه آدم جایای از این نوت ها را بلد میشه و بروش میتونه که با آسانی تمرین صدا داشته باشه. خب حالا آمدیم سر قسمت این نقطه دیگهش. اگر ما در اینجا کلیک کنیم اینجا میایه که اگر شما اینی 4.19 سنت بپردازین هارمونیوم پرو برای شما داده میشه. یعنی قیمت از این قدر است و من قسمی که بر شما گفتم ما در قسمت دیگه کارایش نمیفهمم کدام اکسترا دیگه کارا ده امکان داره اما من قدر میفهمم که اگر شما این قیمت بپردازین در این اپ دیگه رکلام نمیایه یعنی رکلام قطع میشه و از این خاطر است که بعضی کسایی که با این اپ تمرین میکنن رکلام برایشان بسیار زیاد مزاحمت میکنه. از این خاطر همین قیمت میپردازن تا که یک تمرین بدون رکلام داشته باشن. و دیگه ببینیم که دیگه چی ماند. تقریبا که همه چیز ما گفتیم. دوستای عزیز اگر که شما بازم سوال داشتین میتونین که در پایین ویدیو کامنت بگذارین. من حتما کوشش میکنم که کامنت ها را با وقت جواب بدم. این بود ویدیوی امروز. شما را به خدا میسپارم و تا هفته آینده بخیر ای که دوباره در خدمت شما قرار بگیرم. خداحافظ.